برادر جان بحث کردیم. من میگم آواز ما خوبه، این میگه آواز ما خوبه. نه یک کسی انتخاب کنین کی؟ هر دو جوانی خشونیم بعد میرنجیم بعد میگم هر دو خاکی سیاهی بعد چی؟ یا رسول الله افدر گناه الله الله. اینا دام تو خطا چو. اما تونی آوازش کمتر خوبتره. آوازاتون نازو شعراتون نشی. چرا؟ شعرهای صبرمی میخونی حافظای حجیره را. بچه خیلی بخون. من میگم من زور میخونم اخی. من زور میخونم. باور نمیکنی؟ خب چی بخونم اینا بگو. چیزی که میدونی بخون باور کن. نگاه کن. که من زور میخونم. راحت میکنی آواز. نه دیگه نیست بخون. محمد بحر حق نور الیقین است. انا کتب بخون. مالک چی بخونم من؟ این میاد دیم سریعشه. محمد سم در عرشی برین است. اگه همین آواز چیز گفتنی؟ من نمیدونم من مخونش خوندم اینجا. اینا بیا میریم ای مردم میپرسیم کی خوشو میخونه اینجا بهار ای مردم ببینیم تئوری خب اینا رفتیم یکی باید دادی چانس میتیم ما باید دادم یا داد میتونم نه دونه ما دخل ماشین بگو تو دام بگو یا چیز نه آخه سرانو من میبرم آخه باور نمیکنی خیلی نبینده سلام علیکم سلام برادر خوبه ما اونجا بحث کردیم من میگم من خوشرو میخونم میگه این خوش میگم این میگم من خوشرو میخونم ما همینجا دو مصرع شعر میخونیم هم آواز مود باهوتی چی گفته ملکا محمد بحر حق نور الیقین است محمد سب در عرش برین است محمد سب در عرش برین است چه گویی مدعی از شاه لولا محمد با خدا و بسخرین است محمد با خدا و بسخرین است فیکی ما هر صوص سلام علیکم خودت صدای امیدی چیه؟ سلام داشتی برادر برادر جان بحث کردیم من میگم آواز ما خوبه این میگه آواز ما خوبه آواز ما میخونه دو مصرع ما میخونم دو مصرعی در همین گلوس آوازه چی گفتین؟ محمد بحر حق نور الیقین است محمد سب در عرش برین است محمد سب در عرش برین است یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله تو شافع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله اگر ای 10 بال با تو تمکا اینا دام تو خطا چو باش سلام برای همون البته استاد بهترین آواز داره آواز خدا داده ما ثواب گرفته یا ما ثواب ان شاء الله زنده باشین خدا نگهبانتون من رفتم خیلی بچه‌ها رو می‌بینید رفتم حقیقتی موتیام تست چابوک سلام علیکم بچه‌ها سلامتی و زندگی فرزندان خوب ما راستی هر دومون بحث کردیم برادران هر دومون بحث کردیم مقصد کی میگه اوضاع مزوره من میگم نه ای مزوره ما تو خیلی بچه‌ها میپرسیم باز ما دو مصرعی شعر میخونیم اوضاع کدای مزوره یک کس انتخاب کنین کی همین اوضاع تلوی دانکو با فکرم یک کس انتخاب میکنه دو کس نشو یک کس خیلی دوست منوال میخونه من عاشقم و عاشق دیدار مدینه خواهم ز خدا لحظه من روی مدینه تمام بس است
به جنت نیست جایی بی نمازان دهد دوزخ سزایی بی نمازان دهد دوزخ سزایی بی نمازان تمام آه انتخاب کنه ای 10 بال تقسیمش کن ما کارد یخی گفتی هر زور گفتن مقصدی اکم گل واسه شدی نه این خیلی طرف نیست میشه خود دوشکش گرفتی خیلی بناموزش گرفت نه خیلی کدام میرد یا میگی اگه چیگه بخونیم با نه کدامش میسوه یا هرد برای ما اکم پرونده نه یک کسا باید بگیده آخی ما برابری نه یک کسا تو آواز نه در شعر نه و اکی شعر ما مشق نیست درباره مدینه اینجا آواز رفتی درباره مدینه سر آواز آواز من نمی اکم برای آواز مرا نمی اکم شعر اینا خیلی کرده بریدی وای گاو نیست سلام علیکم سوزا پا خوبه سوزا سلامتی خوبه خدا نگه ما روستی هردمون بحث کردیم اکا چپانا قبل آواز بلند همین اکا میگه که مقصد آوازی مزدوره من میگم نه ای مزدوره ما گفتم خیلی میپرسیم من بچه‌ها رو کدوم یک ببینیم میپرسیم آوازی کدوم مزدوره اوزی اکم دو میسرم میخونه دو میسرم ما کنی آوازی کدوم برای شما پسند معقول میشه با خیلی مرحمت سر کرد یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله affeder günah Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah işit Allah derdimi bu ahlarımı her leyle hem akşam hem sabahlarımı خیلی برای شما کدومیش پیسنده که سلامت باشه برای شما خلا برای شما کدومیش پیسنده هر دیگه ماشاءالله ما الان نداریم خوب خدا نگهبان باشه من اینجا کام بدیم سلام علیکم با هر چورتون خیر سوزی کن سوزی بابی سوزی کن سلامتی خوبه کارو خوبه رحمت دوست ما بابی جون یا بحث ده مردمو خوب گپ زد اینا میگه که آوازای مزدوره من میگم نه آوازای مزدوره خب من گفتم میپرسه میگرده میپرسه که آوازای کدومی مزدوره اینا می دو میسره میخونه دو میسره ما شما بال میتی نه کی تمام انتخاب میکنید اگر ببینین بعد هر جوانی خشن بعد میرنجه نه نمیرنجه جای خفگی نیست من بعد میگم هر زد خاکی سیاهی بعد چی میشه بابی خیلی مالاش گپ شوخی او این جای خفگی نیست جوانان خدا آینده دارید عمر دراز بینید آمین همین ما را برده جر کرده و نکنین اکامت دست شما دیگه وقت سعادت شما را مو کی شما جار کنیم و شما نه نه خدا نگهبان تو باشه دونای شما سنگ خب بخونیم مالاش بخون از این جهانی به وفا خواهی نخواهی میروی از بین خویش و اقربا خواهی نخواهی میروی آرامی جانم نامی محمد محمد ورد زبانم نامی محمد محمد ورد زبانم نامی محمد محمد آفرین رحمت بر پدر کم بچه خوب این بچه خوب اما تونی آوازش کمتر خوبتره خفه نمیشه کشیشی آوازش کم من کو آرتیست نیستم بچه جون لیکن استاد اخی کمتر وای مالا این نداریم گاب نیست برکت آوازاتون از این خوب شود مالا گاب نیست رحمت کلام باش ما شبکه یوتیوب ما روسیه اونجا بحث داریم هر دومون این میگه اوضاع مزوره من میگم اوضاع مزوره من گفتم خیلی بچه‌ها میپرسین کسی که آواز بده مال بیا خونه این اونجا بمیستی خیر بیا اینجا پرمونده به اینو دو میسره میخونه دو میسره ما یک کس ده آواز بده میشه همون بیا ما آواز بده بیا مال رفتیم بخون
محمد بحر حق نور الیقین است محمد سب در عرشی برین است محمد سب در عرشی برین است ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی اکیدا حالا گام نیست خیلی دوستان یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله نوبتی من خیلی با من بخونم تقا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله یا رسول الله اوضاعتون نقض شعراتون نشید چرا؟ شعرهای ساورمی میخونید یا حافظای حجیره را شعرهای عربی را ما را خونده سه اینو نفهمیم نه مقصد ما اینجا اوضاع میگیم اوخی اوضاع میگیم حقارت کرده باشید نه اوضاعتون نقض درست اوضاع میگیم متقا کدوم دبه هر داده بوی پنج او گام نیست مالا رحمت شعراتون عیبت نیست مال السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته به کل بینندگان شبکه برادرمان یعنی استادمان قاری میرزا محمود جان حنفی تیوی خیلی نوار تماشا کردین که چگونه بود در حقیقت آواز دوستمان یعنی که برادرمان بسیار آواز فورم است بسیار آواز خوب دارد اما ما در اینجا یک سنجش گذراندیم در حقیقت آواز ما نمیشود به همین سبب با این برادر گذراندیم گفتیم که در آواز راحت کننده در حقیقت خیلی دیدین که همه گلوسه قریب به همین برادرمان دادگی است و از برادرمان سخن میکند سلام علیکم با تمامی برادران عزیز و گرامی قلب به هر نفری که ما را تماشا میکنه در کانال حنفی تیوی الله مهربان یار و مددگار تماشا برادر این نوار برای اون نیست که مقصد ما خودمون نشان داده باشیم یا که هر کبر و غرور خداوند پناه دهد از این انا منمنی و از کتگی کردن خب ما این بود یک سنجش گفتی برادرمون امید جان یک سنجش بود برای تمامی یعنی که برادرای عزیزمون که در غریبی هستند ان شاء یک وقتی خوشی را یعنی که با گناه نه که البته ما در اینجا فقط یعنی که غزل خوندیم ان به همه چیزهای خوب بگذرانم خوب در امان الله مهربان باشی حتما در کانال برای دیگر نوارا ان ابونه شوید